سوره ملک یعنی پادشاهی در مکه نازل شد و آن 30 آیت و 2 رکوع است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسیار با برکت است آن الله که پادشاهی به دست او است و او بر همه چیز توانا است. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آن که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما در عمل نیکوتر است و او غالبی بخشاینده است. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. آن که 7 آسمان را طبقه طبقه آفرید. در آفرینش خدای رحمان هیچ بی‌ضابطگی نبینی ای بیننده. پس چشم را بازگردان، آیا هیچ شکستگی میبینی؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. پس چشم را دوباره بازگردان تا چشم به جانب تو خار شده و مانده شده باز آید. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. و به درستی که آسمان نزدیک را با چراغ‌ها زینت دادیم و آن چراغ‌ها را آلات راندن شیاطین ساختیم و برای آنها عذاب آتش سوزان را آماده کرده ایم. وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر. و برای آنان که پروردگار خود کافر شدند عذاب دوزخ است و آن بد جای است. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وقتی که آنها به دوزخ افکنده شوند از آن آواز مانند آواز خر بشنوند و آن دوزخ جوش میزند. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نزدیک است که از خشم پاره پاره شود. هرگاه گروه به دوزخ افکنده شوند نگهبانان دوزخ از آن گروه سؤال کنند آیا هیچ پیغمبری ترساننده نزد شما نآمده بود؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. گویند آره
ترساننده به ما آمده بود، پس دروغ داشتیم و گفتیم الله هیچ چیز را فرود نآورده است و شما در چیزی نیستید مگر در گمراهی بزرگ. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. و گویند اگر ما می شنیدیم یا می فهمیدیم در زمره اهل دوزخ داخل نمی شدیم و به گناه خیش اقرار شوند، پس لعنت باد به اهل دوزخ. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. به درستی برای آنان که از پروردگار خیش غایبانه می ترسند آمرزش یعنی بخشش و مزد بزرگ است. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. و سخنان خود را پنهان کند یا آن را آشکارا گوید، همانا خدا به آنچه در سینه ها باشد دانا است. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا آن که آفریده است نمی داند و او باریک بینی خبردار است. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. او آن است که زمین را برای شما رام ساخت تا در روی آن راه روید و از رزق الله بخورید و برانگیختن به سوی اوست. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا از آن که در آسمان است امین نشسته‌اید که ناگاه زمین را به لرزش درآورد و زمین شما را در خود فرو برد؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. یا از آن که در آسمان است امین نشسته‌اید که ناگاه باد همراه با سنگریز بر سر شما فرستد، پس خواهید دانست که ترسانیدن من چگونه است. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. و هر آینه کسانی که پیش از آنها بودند دروغ داشتند، پس آیا ندیدید که عقوبت من چگونه شد؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. آیا پرندگان بالای خود را ندیدند که بال میکشایند و فراهم میآورند؟ آنها را بجز الله رحمان کسی نگه نمیدارد، به درستی که او به هر چیز بینا است. امن هذا الذي هو جند
جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. آیا کیست آن که وی برای شما لشکر است شما را بجز خدای رحمان نصرت می دهد؟ کافران در چیز نیستند مگر در فریب. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. آیا کیست آن که اگر الله رزق خود را بازگیرد به شما روزی دهد بلکه در سرکشی و رمیدگی محکم پیوستند؟ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آیا آن کسی که نگونسار خم شده یعنی برای افتاده راه می رود هدایت یافته تر است یا آن که بر پای ایستاده و بر راه راست می رود؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. بگو او آن است که شما را بیافرید و برای شما شنوایی و چشمها و دلها پدید آورد اندک شکر میکنید. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. بگو او آن است که شما را در زمین پراکنده ساخت و به سوی او برانگیخته خواهد شد. و یقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین. و میگویند اگر راست گوید این وعده کی باشد؟ قل انما العلم عند الله وانما انا نذیر مبین. بگو جز این نیست که علم نزد الله است و جز این نیست که من بیم کننده آشکارم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. و آنگاه که آن وعده را نزدیک ببینند روی آنان که کافر شدند ناخوش کرده شود یعنی سیاه کرده شود و گفته شود این است آنچه که آن را می طلبیدید. قل ارأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. بگو آیا میبینید اگر الله من و آنان را که همراه منند هلاک کند یا بر ما رحمت کند کی کافران را از عذاب درد دهنده خلاصی دهد؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. بگو او الله رحمان است با او ایمان آوردیم و بر او توکل کردیم و به زودی خواهد دانست چی کسی در گمراهی آشکار است.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معین. بگو آیا میبینید اگر آب شما فرو رفته شود پس کی به شما آب روان را بیارد؟